گلاب خوش اومدید به یکی از دیگه ویدیوهای فری. اومدیم با جی تی ای سن اندریاس با سی جی و بچه های گروه بزنیم و بکوبیم. آقا بدون هیچ حرفی قبل اینکه بازی رو شروع کنیم کانال ما رو دنبال کنید، یه لایکی، یه کامنتی، با خدا ما اینجا لنگی یه ثانیه وقت شما، یه کامنت برامون بذارید، یه لایکی کنید، به خدا لنگتون. آقا دوستتون دارم. اگه قسمت قبلی رو ندیدید قطعا یه سری به کانال بزنید، قسمت قبلی هم جذاب بودن. حالا میخوایم بریم سراغ پلیس خره. ای کارل جانسون، سی جی لعنتی بیا اینجا پسر. هی حمالمون. من وسط زیاد حرف نمیزنم. برو کنار بذار بشینه عوضی. بالاخره وقت کردی به ما سر بزنی. من سرم شلوغ بود، داشتم مادرم رو دفن میکردم. اون داره ما رو میپیچونه. سرکار پولسکی فکر میکنه ما رو میپیچونی کار. گوز منم نیست. بذار روک بهت بگم، تو مال مایی، ما مالک تو هستی. ما از ارتفاعی میتونیم روی تو کثافت کنیم که فکر کنی خود خدا این کارو کرده. بهتر خرفم بشه. آره بهتره بفهمه. وقتشه که بری سر کار و آزادی تو بخری. یکی اون ور شهر گیر افتاده. آدرس رو داری پولسکی؟ یه گانگستر مواد فروش پلیس کش عوضی دیگه درست مثل خودت. ما اونو دوست نداریم، اونم از ما خوشش نمیاد. کاری کن که اون هیچ وقت اونجا رو ترک نکنه، حتی توی تابوت. حالا گروه تو گم کن. لعنت به تو نکبت. با ماشین پلیس میتونی بریم. خودشو اینا برا ما گذاشت. لعنت بهش. آجی دهنش سرویس خدایی. این دهن ما رو قرار سرویس کنه. کثافت. ببین که داستان این نکبت برمیگرده به پدر این همین پلیس کی بود؟ خدا اسمش یادم رفت. می الان گفت پولاسکی که رفیقش بود. خلاصه پدر اون سیاه، در واقع سیاه پوسته. پدرش پلیس بود. یعنی یکی از پلیس های خوبم بودا. یعنی علنا خلافکارا کابوسشو میدیدن. اونجوری که البته من خوندم و دیدم یه بند خدایی میگه در من گفته این کابوسشون بود. اینا هم نه کاری کردن، نه گذاشتن، نه برداشتن، اومدن گاییدنش. خودشو زنشو کشتن تو خونه. این که بچهش باشه برای انتقام پلیس شد. افرادی که پدرشو کشتن رو پیدا کرد، گرفت، کشت. ولی بعد اینکه دوباره میخواست ادای آدم خوبا رو مثل پدرش در بیاره به گاه میره در واقع. یعنی اینکه زمانی که میخواد ادای پدرش رو در بیاره که مثلا من اینجا خلافکار اصلی هم گم شو. وای اینجا خیلی بده. یادم میاد قبلا سریع خیلی ازیانشه. خلاصه آقا این میاد یعنی ریدم تو توضیح دادنم. زن تو بمیر. آقا بایسته اینجا کس دیگه این نیست. چرا اینجا گنگستر منم آقا باشه. آقا خلاصه بذار تا قبل اینکه دوتا رو بزنم بگم این میخواست ادای خوبا رو در بیاره. یعنی در واقع وقتی تونست قاتل پدرش رو بگیره خلافکارا میفهمن که این هم مثل پدرش براشون خطرناکه، واسه همین میخوان بکشنش. چند بار سعی میکنن. این میفهمه اوضاع خیته، اگه بخواد اینجوری پیش بره شبیه پدرش میمیره. اون سرهنگی که کنارش بود، سرهنگ پلاسکی، بهش میگه به جایی که بیای مثلا بخوای همچی کاری کنی، بیا هم بهش هم بگیرشون هم علیهشون نباش، باشون هم دست شو. این هم میاد همچی گوهی تبدیل میشه. یعنی در واقع پولاسکی میاد میرینه داخلش، ولی خودش هم دیگه آروم آروم ریده شده بود. چقدر چرت و پرت گفتم. آقا سرتون دارم بودم، ببخشید. لطفا یکی به من کمک کنه. یالا خواستم داستانشو بگم ولی توضیح دادنم واقعا بد بود. خیلی بد توضیح دادم.
زن تو گویدم واسه این دخترها این همه راه خودمون رو باز بگاهیم. اینجا برو خوب اینجا رو حفظم. واقعا چشم نمیبینه، چقدر دودشو بد گرفتی. عقب وایسا. خاموشش کن، خاموشش کن. وایسا دیگه تو بیا اینجا. خدایا من خیلی ترسیدم. نه در بگاه، فقط بیا سریع از اینجا بریم تا به گاه ای ساختمون نرفتیم. داره میاد پایین، ما باید زود از اینجا بریم بیرون. بودو راست میگی، بودو تا اینجا به گاه نرفتیم. خب ما اینو خاموش کنیم. الان تو سازنده ساختمونی اینجا داره رو سرم خراب میشه. حرف مفت نزن، بیا دنبالم زنی که. یالا خاموشش کن دیگه بابا، بیا بریم تا اینجا به گاه نرفتیم. بدو بده تا بیا دیگه نکبت. وایسا عقب، گرفتمش. الان یه ساعت با سینا رو خاموش کنیم. بدو اینجا بود دیگه. ها بیا زن تو گویدم. واو خوبه در رفتیم. بدو یالا بیا تا بریم. این اولین دوست دختر سی جی. اینم اولین دوست دختر سی جی. ای گوه توی زندگی سی من جی تقریبا هم مرگم حتمی بود. به نظر خیلی عصبی دختر. میخوای برسونمت خونه؟ آره لطفا، متشکرم. خونت کجاست؟ نزدیک گروب استریت. نه تو منطقه واگوها چی کار میکنی؟ من دوست دارم با خطر زندگی کنم. تو سی جی درسته؟ آره، از کجا منو میشناسی؟ همه تو گروه تو و برادرتو میشناسن. ولی من فکر کردم تو فرار کردی. من هیچ وقت فرار نمیکنم باشه، فقط میخوام تو دردسر نیفتم. چه ماشین خوبیه، خیلی خوب داره داد میکنه. جونور اولین مخش هم زد تو زندگیش. اینجا خونه منه. اینجا خونه منه. هی اسمت چیه؟ دنیس رابینسون. گاهی وقتا بهم زنگ بزن، شاید با هم بریم بیرون. آره از اون خوشم میاد. عزیز جان من بیرون دوست ندارم، بیا بریم داخل همین باشه، خونه بعدا بشینیم می‌بینمت دیگه. چیپس میارم چیپس بخوریم. اصلا هم قصد بدی ندارم، من لاشی نیستم، لاشی به دنیا اومدم. خیلی خوب رفیقای عزیز، سر راه که داشتم می اومدم سویت هم زنگم زد، گفت بردار بیا چند تا ماموریت کارل، لعنتی، کجایی؟ حالا برم. کجا در میری کارل؟ فکر کردم با هم رفیقیم. آره این اون روزی که بدین با ما رو عنوان گفتم پلیسی که رفاقت. باید به این گانگستر بازی ها خاتمه بده، از نظر وجدانی خودم رو مسئول میدونم. آره درسته. کار احساسمو جریحه دار کردی. واقعا راست میگم. درست موقعی که میخواستم به اون بچه های گروو استریت کمک کنم. جدا چطوری؟ من به اون قانون ایمان دارم کار، و از اینکه شما خودتون با شکم همدیگه رو پاره کردن دارین کار من آسون تر میکنین خوشحالم. احمقای بیشور. ولی تازگی ها اینکه یه عده به عده دیگری برتری داشته باشن واقعا من اذیت میکنه کار. حرف حسابت چیه مرد؟ من میگم بالاسا احمق نیستن، اونا اخبار رو تماشا میکنن. میگم دوستاشون دارن کارایی میکنن که به درد تیراندازی در حال رانندگی میخوره. از وقتی دیوار برلین اومده پایین یه عالمه اسلحه ارزون داره میاد آمریکا. چقدر ور میزنی تمپنی، منظورتو بگو. برو اون انبار ترانزیت توی بندر رو چک کن، خودت میفهمی منظورم چیه. آره باشه، خدا حافظ شما. حتما. نکبتو ماشین ای گور پدره، دم باز ماشین یکی دزدید بود. بزن بریم ببینیم منظورش چی بود. خدای خودمون یه ذره نکبت درست صحبت نمیکنن. خلاصه یعنی اینکه بالاسا دارن قوی میشن، برو یه کرمی بریز بهشون، فکر کنم یه همچین چیزی منظورش بود. و بریم ببینیم چی میشه. این تیکر کات میدم تا برسیم.
خیلی خوب رسیدیم. ببینیم منظورشون چی بود. چون منطقه بالا زیاده. اوه فهمیدم کدوم مأموریته. کاش قبلش یه جلیقه یعنی یه گوی چی میخوردم. خیلی حالا اساسی بهت بدم. زن تو گویده. ای چجوری میشی؟ پدر سگو ببن بابا. ولش کن. ولی چجوری میشه؟ اس دادم ننشست. نکبتای خر حاجی جونم کمه. گفتم یکی اینجاست. زن همه تونو گایدم حاجی. واقعا جونم که آی قربونت برم من. یه لحظه گفتم بذار جلیقه بیا. ای دوست دارم میشه بخرش خریش بر کیپه قرم سا. بشو کن اینا رو. بدو تو چیکار اینا داری؟ تو فقط راه تو برو. کار کنیم. لعنت به شما آمریکایی ها. من از اینجا میرم. تجارت این آمریکا خیلی خطرناکه. چی داری میگی؟ یعنی شاشیدم تو سطح بالا. گل گلاب رسیدم دوباره به همون جایی که دور قبلم رسیده بودیم. تیر اندازش خوب نکرد. صبر کن. ما میتونیم باید کار کنیم. لعنت به شما آمریکایی ها. من از اینجا میرم. تجارت این آمریکا خیلی خطرناکه. یعنی سرویس خدای بایی تیر اندازی خیلی بده. این موسه کاش میتونستم تغییرش بدم. برو دیگه بودو که دیر شد طرف رفت. برو آجی برو. کاری نداره. اینه باید فقط بکنم. ای کاش دور قبلی اشتباه کردم. من دور قبلی فکر میکردم باید دورش بودم ترکیده. کارش تموم. این هم از این یالا نیگا خب دیگه مأموریت های سگم تموم شد. بریم مأموریت آخر رو بریم که دیگه من اینجا با تو خداحافظی کنم. بزن بریم بریم چند مرده علمجی سلاطین. بزن بریم اوجیلاگ. اومدیم پارتی اوجیلاگ. گرومون قوی شده. فکر کردم میکروفونش خرابه. هی چه خبر همی؟ چه خبر هایده؟ بیا بریم خوش میشه بچه‌ها که از این موزیک رپ خلاص شد. آره باید موافقم. صدا نکرشه باشه خدایی. چیزای تیکه خوبی انداخت. گم منو باش بکرم. خیلی سخته. باید روش کار کنی پسر. آره. چه خبر رفقا؟ چطوری سوید؟ تو برگشتی محل برادر. خب آره. خیلی هم کارت درسته. چیکار کرده که من نکردم؟ همشون هم بیرون کردی. آروم باش مرد. هی بالاسا دوباره دست به کار شدن. همین الان میرسن. ها مثل اینکه بالاسا دوباره برگشتن. ای سی جی رابیوف مسئله گروه استریته.
بزن بریم جنگه. یکی از ماموریت‌های لذت بخشه. من میرم چند تا بچه محله رو بیارم. چند تا ماشین بیارین راهو ببندین. موقعیت بگیرین. کالج پناه بگیر. بدان احمقا رو. خوش میگذره از اون سیر شده کامکشون. ریدم تو سطح مغزتون. طرف اومده تو دل گروه یکیتون حرکت هی نگاه کن بقیه‌شون رو پلن. ای زنتون رو گویدم. نه ترسیدم. من را دست این احمق راحت کنم. باشه نشونه گیری با این تنظیم صفحش کار خیلی گوشه داشته با. زنت حاجی زنت همه با تصف جهنم. ای پدر پشت سگ. سرمون سی جی پشت سرمون. از چند جا شما اومدید بابا؟ نمیرید نک به تو. چقدر تعداد تخم سگا چقدر تعدادشون زیاده. فکر کردم اومدن تو گروه ما مالیه. اون احمقا بزنی. خب بعدی گروه سلطانه. همین حالا ندیده بودم بالا سا اینقدر پیش روی کنم. دقیقا. آره شنیدم که حاج جانسون دوباره با برادراش میگرده. آره حتما. یلا بیا برگردیم به پارتی. لعنتی از وقتی لوک میکروفون ول کرده ماجرا شروع شده. همین بود. چقدر آسون. یه جوری گفت بالاست اومد گفتم چی مالی هم. ها بینم از یه مأموریت GTA سن اندرس پارت نمیدونم چند. آقا خلاصه حرف اضافی و مفته میزنم. لایک کامنت سابسکرایب. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. واک تروه دیگه انتظار چیز بهتری نداشته باشید. حالا ما سعیمون رو میکنیم اما دیگه در توانمونه و شروع کارمونه. خیلی خوب بازم میگم لایک کامنت سابسکرایب یه لحظه ازتون وقت میگیره ولی تاثیرش برای من خیلیه. بزنید و امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. خدا نگهدارتان باشد.